بینندگان تلویزیون صفا، ما امروز در روبروی یکی از معرکه‌های مهم و معرکه‌های بزرگ سیاسی جمهوری تاجیکستان، انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داریم و بدون این مهاجرین ملتی شخصان خیلی زیادی هستند که با داشتن شهروندی روسیه امروز مقیم فدرات روسیه در وظیفه‌های زیادی دولتی داخلی که اینجا و جمعیتی فعالیت دارند. در صحبت من امروز استاد بیناد گرامی قدر، استاد کرامت شریپов، رئیس جنبش مهاجران تاجیکستان منطقه تاجیک منطقه فدراسیون روسیه. سوال میشد سر اینه که برای چی مهاجران منطقی حقوق جمع کردن امضاها را از کمیته مرکزی انتخاباتی نگرفتند؟ آیا اینا یک جزئیات شهری یا که یک شهروندی تاجیکستان حساب نمیشن، یا که یک سبب این بود، یک سبب این بود که در حدود تاجیکستان ریاست نایاها این امضا را میگذارند، اما در فدراسیون روسیه این چیز نیست. من نظر شما به این چیز است تا کدام درجه از نظر حقوقی درست است و آیا شرایط های برپا کردن این چیز بود یا نه؟ بار دیگر سلام به تماشاگران تلویزیون صفا. من فکر خودم را در این مراتبه گذراندن انتخابات دولتی نسبت انتخاب رئیس جمهور نسبت اون که از طرف کمیته نزد انتخاباتی به نظر نگرفتن امضا از طرف مهاجران تاجیک چنین نام داده بودم که این به قدر مهاجر که به قدر امروزه شهروندان تاجیکستان بیرون از وطن نرسیدن امروزه خود دولتداران ما باشه. چرا آنها در بیرون از وطن زندگی میکنن؟ چرا آنها حقوق ندارند که امروز در جای کاری که در فدراسیون روسیه هستند، در دولت‌های دیگر هستند، مانند قزاقستان، بلاروس، اوکراین، ما میتونن آواز دهند، کسی را از بین خود انتخاب نمایند و امضاها را برده رسانند به اون شخصی که اون میخوان در آینده طرفدار باشه. این از طرف امروزه دولتداران ما نشد. به فکر من یک خطاگی بزرگ است و اصلاح کردن این هم وجود هم ندارد. خب چون شما رئیسی یک جنبش بزرگ هستید، 1,100,000 نفر انتخاب کننده، 34% چون حساب کردن 34% انتخاب کننده عمومی که در تاجیکستان است در فدراسیون روسیه است. بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی به تاجیکستان میرساند برای نگه داشتن سطح زندگانی مردم. شما چون حمایتگر اینها، شما اصلا بسیار چیز وظیفه هجایی دارید و شاید در بعضی وقتا نمیدونید که این مهاجر رو از کدام طرف حمایت کنید، از اون جایی که خانم‌های وطنی هستند یا که از جایی که خانم‌های خارجی به ما تاثیر میکنن. و نه از یک طرف من برآمده شما رو زیاد گوش میکردم، مثلا از تلویزیون در دوشنبه هم که فعالیت میکردم، یعنی همه وقت در یک قانونی که در سطح دولتی اینجا میبرامد از مثلا مهاجرت شما تحت تعلیق می‌دارید و نظرتون و امروز نظر شما در همین مسئله، آیا شما در صورتی که مراجعت میشد از طرف کمیته مرکزی انتخاباتی شما شرایط اینجا میکردید میتونید کردن؟ من تایید نمودم در گفتهای خود که خطاگی بزرگ از طرف امروزه کمیته دولتی نسبت انتخابات نسبت شهروندان وارد شد. چیزی که هست واجبی تکرار این سخنان نیست و پیداشوی خود جنبش مهاجران اساسی و اون بود که مهاجران تاجیک بیرون از وطن کسی ندارن که از پس قانونهایی که امروز قبول کرده میشه و من از طرف پایمال کردنی شهروندی پول کردنی اساسی که از طرف حقوقهای انسانی آنها در دیگر دولت‌ها و پیدا شده که خود جنبش بار دیگر فهماند به دولتداران روسیه به تاجیکستان که رو به ملت گرداندن لازم. هرچند که 90 از زیاد فایز امروزه مهاجران اعضای حزب هم نیستند. آنها خود در خانه رهبری دولتند، خود حکومت دارند، خود یک شخصی که اونجا بودجت خود را آورده از فکر فرزندان خود زیادتر میخوان فهمیدن و تنجی امانی آینده تاجیکستان را میخواد. و 20 سالها گذشت، 20 سالها، 10 سالها، 20 سالها گذشت که آنها انتظار امروز بودند و میخواستند که جنبش مهاجران و چندین انجمنی که از طرف ما تشکیل کرده شده بود، فورم ها بودند، کنفرانس ها بودند، طلب های آنها بودند که در آینده نفری از مهاجر
و از طرف انجمن پیشنهاد شدن جمع مهاجران تاجیک با امروزه انتخابات اشتراک نماید. یکی دستگیری به کسی نماید، یکی به نماینده که به یک نامزد دستگیری از طرف مهاجران تاجیک از طرف جنوبی شود. ما در حقیقت داشتیم یک قسم دیالوگ‌های وجود داشت که برای چین این از طرف تاجیکستان به نظر گرفته نمیشه. خود نوشتن یک قانون مقابل خود ملت تاجیک است، چون که اگر که در حالت پرتافته رفتن مهاجر این سببش شده که خوراندن خوراکی به آوردن خاندان خود است، سرپرست کردن کودکای خود است. اون 10 ساله برآمده رفتن بمونند ما و چرا اون حقوق نداشته است؟ چرا اون 4 میلیارد دلار آورده میرسونده است؟ امروز از طرف خود نمایندای خلقی از مجلس ملی گرفتن لازم است، از مجلس قسمی بالایی گرفتن می‌زنم. اینا با کجا نگاه کرده ایستادن؟ ما با فکر من این است که خودی نه بلکه هرچند که رهبری دولت ما امروز میدونه که ما رحمان با طرفداری زیاد 2006 بار دیگر فهمم که من در حقیقت امروز نظر به دیگر نامزدان میتونم صاحب دولت بزرگ شوم. دیگه سوالی به بین میاد با این موقع خودی نامزدو از کجا پیدا شده؟ نامزدی پیدا شدن با مجلس انتخاباتی نظر به مجلس ملی دیپوتات‌ها مگه میذاره؟ آنها از کجا؟ برای چون خاموش بودن. باید زیادی آنها کارپرتایی میکردن. اگر نسبت مهاجر میخواستن کمی دیگر گونه‌ها در آوردن، محافظت کردن حقوق امروزی مهاجر، باید 50 از زیاد صفر امروزی ما دیپوتات‌های امروزی تاجیکستان باید به استعفا میرفتن. این خطاگی بزرگ است. ما شخصایی که در روسیه زکنادت این ارگان گام میزنن، اینا که قانون رو به نظر میاد و قانون رو نمیخواد پایمال کرده یا دیگر گونه‌ها میدن. دیده ایستادیم که امروز ملت تاجیک زیادی که مهاجر است نمیتونه حقوق انسانی خود در دولت خود محافظت کنه. میری به یک سفری رئیس جمهور در آلمان، امام رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آلمان گفته بود، اشاره کردن که امسال باید به تمام شفافیت انتخابات رئیس جمهور در تاجیکستان و آمدیم در نوبت اول در نخستین نوبت نمایندگان خلق در پارلمان کشور یک گویا که از یک قانونی گذر کردن که 1,100,000 نفر مردم به امضا و به آواز و به چیز نمیدن. آیا در این صورت رئیس جمهور یک تاثیراتی میتونه رسوندن؟ من یک مثال عادی آوردم که در وقت گذراندن انتخابات مسکو سویانین التماس کلام داشت از پوتین که برآوردن نوالنی لازم است. اینکه من شخصی هستم که خدمت بزرگ پیش به نزد خلق مسکو کردم و خلق مسکو منو دستگیری میکنه در انتخابات و پوتین این یک پرینسیپ دموکراتی بود. یک سیستم کلونیال نیست نمیخوادید. یک سیستم دیگر طرف نظر کنید در گفتنی که سالهای طولانی 70 سال کمونیست‌ها رهبری کردن، در حالت از بالا کسی یک فرمان میداد. لیکن دولت روس‌ها نشان دادن که در خود مسکو 1,000 مرتبه انتخابات دموکراتیک گذشت نوالنی پیدا شد. جوانیاش هرچندان نسبتی وای کاری ژنتیک داشته بود. بو در یاد من فکرای من ممکن خطا بوده که رئیس جمهور نه بس از اون خدمت زیاد کرده است کی میشه اوینی حال میگذارد کرامت شریف میخواد موندن دو جان عطا ولایت میموند عمر علی میموند دیگران بسورن از بیرون از دولت مونند و دیدن این روشنی دولت بود. اونا با کی میبیوندن با کی میرفتن و در آینده میتونن آواز خود را بالا ساختن. کسی که برای دولت خدمت کرده برای ملت خدمت کرده البته باید میبرد در انتخابات برد میکنه در راهی دموکراتی در راهی آزادی و این نشد. و ما دیده برآمدیم که در حزبایی که در تاجیکستان هستن اونا من دشمن ملت گفتن این نوتا برین این کلمات چندین سالها تکرار شدن. اونا باید اشتراک نمیکردن. خودی اگرا خودی پارتی سوسیالیستی خودی کمونیستا باید اشتراک میکنن. بزرگی پارتی اسلامی در اون است که زن رو گفتن مادر زن نه بس از کجا وزن آمده گرد هرچند کارمندی خوبی سوروس است که نزدیک به دین اسلام دور است. سوروس یگانه هست سیستم جهانی خزینه که از بین بردن اسلام است. مرحمت مبارزه برید میدان شخصی که غلبه کرد محمد میتونید با 7 سال دیگر درباره دولت تاجیکستان رهبری کنید و این انتخابات با کدام نمود میگذرد و این 1,100,000 چخل آواز میدن به همین ما معلوم است که اونها آواز دادن نمیدن. این 33% از بین میرود.
33% آواز امروز جوانان و اگر 5 نفری اویلهای نانا باشن پورا 5 میلیون اهالی خلق تاجیک از بین رفته است. نقطه‌های انتخاباتی که در فدراسیون روسیه و از جمله در مسکو که شما اینجا هستید و تمام اون اعضایی که مثلا جنبش که ما داره سراسر منطقه روسیه و هستن در فعالیت هستن، آیا این نقطه بسومت میکنن برای که میگن که و مثالی که یک نقطه در مسکو است و از تمام اطرافهای مسکو باید اونجا بیان موازی این رو چه خیلی مدار میگه؟ آیا این بسنده است یا که شاید شما مراجعت کنید به سفارت اینجا که کنسولخانه اینجا که حکومت تاجیکستان و همچون رئیس جنبش مراجعت؟ من در روز گذشته فورومی ما شهروندان تاجیکستان میباشیم و فرزندان تاجیکستان که روز در سنه 21 سپتامبر گذشت در خانه ژورنالیست‌ها پیشنهاد من در خود قرار قبول شده نزد کنستانتین سویت نزد جنبش آن بود که شهروندان تاجیک در حالتی که اونا کارهای زیادی رو میکنن و رفت آمدن یکی به یک اتاق تشکیل شده امروزه انتخاباتی اونا وقت هم ندارن. دیدیم که رفت آمدن برای اینا چقدر مجبوره که از هر طرف پلیس امروزه ممکن راهی اون رو بند کند نمیرسن. و خواهش من بود که دولت تاجیکستان مادر زن ممکن بود در تاجیکستان از طرف رئیس جمهور از طرف پارلمان که امروز تاجیکستان زیاده از 60% شخصانی که لایقیت کارکنی دارن اونا بیرون از وطن. مرحمت من میخوام که مادری من ما 5 فرزند در بیرون از دولت با 5 کپی پاسپورت من رود آواز مادر به کسی که خواهد هم کسب آواز دیاد با همون نفری نامزد آواز دیاد. این یک گناه است. در فدراسیون روسیه اگر به حساب من اشتراک در خودی هم 6 نوامبر 2013 نسبت انتخابات پرزیدنت نه زیادتر از 4000 با تمام اتاقایی که تشکیل می شود می توانند اشتراک کنند. خطا میکنن شخصی که از 4000 زیاد ممکن 100,000 200,000 500,000 آوازی که پنهانی است و ما خودمون فریب میدیم. ما لازم نیست فریب دادن برای که خودی همون امروزه تیار کردنی مهاجر نسبت رفتن به جای انتخاباتی در پروگرام امروزه وجود نداره و وجود هم نخواهد داشت برای که این خیلی دشوار هست. برای این حاضر هم ممکن است که در این لحظه کوتاه از طرف رئیس جمهور مرحمت با قسم SMS با قسم تلفنی با مدیرای خود صحبت کنید. مدیراتون رفته از سایت قشلاق از نوعیای خود اجازه گیرن که فرزند من در حقیقت از 18 بالا است، نامش ابراهیم ویش عبدالله، نامی ویش عزت الله، نامی ویش دادو جان، میتونم از نامی همین شخص آواز بدم. این خوب است. چیز دیگه در رسانه اینترنتی من زیاد میخونم این البته از یک طرف باعث به نهایت خفگی من میشود که همچون شهروند تاجیکستان هستم. من نمیدونم نظر شما به این چی است؟ یعنی جوانان می نویسن یا که قسمتی دنیا دوستای شاعره ها هستن و شاعرایی که چندین سال امروز در منطقه زیادی تاجیکستان فعالیت میکنن اینکه ما پس رویم با زن دستیم یا که زیر زن سرفراریم یا که برای چی زن پیشنهاد شده است این است اون است. نظر شما به این چی است؟ پیشنهاد شدن زن در حالت امروزه تاجیکستان تمام مردم بیرون از دولت هم و در 20 سال اخیر که ما هم پارلمان داشتیم هم روبری دولت داریم با فخر میکنیم دولتی که امروز ما داریم دولتی ما صاحب اون چیزی که در بین دیگر دولت‌ها نشانه کلان زیاد داره تاریخی بزرگ داریم. آوازی خودی کودکانی مهاجر اولا گپ زدم آوازی خودی کودکان گریه های کودکان ناله های مادران با داد این داد نه پارلمانی تاجیکستان نه روبری دولت نرسیدن چون که اونا مرد بودن. کسی خوب بود که به زن رود در آن حالت میگیم زن این مادر برای تو چی گیره میکنی چرا ناله میکنی روبری دولت زن شد. ممکن بعد این خوبتر میشه که ممکن سالها رود 2 سالها 3 سالها رود این زن هم از بین رود در آن حالت مرد پسری یاش پیدا شد. من باوری کامل دارم که این آمدنی امروزه اپوزیسیون ما چه گام میزنیم هر یک دولت باید اپوزیسیون داشته باشه یا کنستراکتیو اپوزیسیون دکتر است آمدن رفتن این برای ما بوی دادن دولت نیست است. در حالت باختم این بویگری اپوزیسیون است. لیکن باز میگه اگر ما خواهیم که از روی اسلام گپ زدن وقتی نام امام اعظم رو میگیریم در خدمت چی گپ میزنیم در بیرون میبریم ما باید حرکت کنیم که راستگو راست قول باشه که در حقیقت همین انتخابات همون پسرچه‌ای که اینو
مادرش رو فرستاد که رفته آواز ده. آواز همین زن به نظر گرفته شد که 5 فرزند وی بیرون از دولت است. اگر که در حالت نگرفتن آواز این زن از طرف دولتداران امروز از طرف کمیته انتخاباتی کمیسیا، اینا با دیگر فهمانده نه که این جلاتان ملت است و نمیخواهند که مثلا به مانند گرجستان و به دولت‌های ایران که تمام خلق برایت از دیگر جهت برآمدن خلق هم ممکن است، چون که آنها حرکت میکنن که برای چی حقوق ما پخش شده پایمال کرده شدن. زیادی هستن که ناراضگی دارن نسبتی ممکن رحمانوف نه اونقدر خلق گپ زنه که این شخص ما ناراضگی زیاد داریم، نه نسبت سیستم هست، نسبت سیستم وجود داره، سیستم رو عوض کردن، سیستم رو کادرهای خوب پیدا کردن. ما شهروندان دیگر دولت هستیم، ما در همین جامعه تونه 20 میلیون داریم نسبت ملت خود خدمت میکنیم و در بودن و در آینده دیگر رو برای دولت وظیفه هر یک شهروند که در بیرون خدمت برادران خود فردایی که از تولیستون عمل کنیم، برای تجربه کاری داریم. درست است استاد کرام، نظر کنید جمعیت‌های ملی هر یک منطقه فدراسیون روسیه یک است. دیگه نظر میکنم یا چند وقتی که من اینجا در مسکو رفته دارم این طرف چقدر دانشجوی خوب هستن که در سطح خیلی مکتبای حالی میخونن، اما اینا وارد میشن در جمعیت‌های ملی و به اساس اون جنبشی که شما دارید وارد میشن در اونا و چاره‌بینیاتون اشتراک میکنن و شما مراجعت میکنید، شما بعضی چاره‌بینا هم راشون میگذرونید. آیا در آینده شما کادرهای اختصاصناک را از اینجا از طریق اون جنبش که شما اختیار دارید اصلا نقش‌های در به سطح داخلی حکومت کشور پیشنهاد کنید؟ من بار دیگر تکرار میکنم امروز سیستم تاجیکستان سیستم سیاسی و پرابادی است. سیاست یک از فونتوی اساسی است که در آینده می‌بینید حل نمودن اقتصادی تاجیکستان. فرستادن کادر این سیاسی امروزه نمودن اقتصادی است. در تاجیکستان امروزه از پستانی اقتصادی تاجیکستان است. درآمدی شهروند. کادرهایی که امروز پیدا میشن اونها خواهش رفتن هم دارن. اگه بسیاری کادرها رفته گشته آمدن. امروز دیگه کاری وجود داره. دیگه ساعت درازی کاری وجود داره. در قسم استراکچری کارهای داخلی ممکن روزهای استراحتی هم ندارن. بسیاری اونها اکادمی می‌برن تا اون گشته آمدن. نمی‌خوان کار کرده. دیگه پوراگیری، سیستم کاروپسیون. سیستم اعظم وزبین برای ملت تاجیک در سیستم این روزه که ما خود شما کنیم که پیروانی پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن با فکر می‌کنیم که ما باید دوز نباشیم. ما پنهان کنیم داشته باشیم. ما باید از عرق دست کشیم. این چیز رسولتری در دنیا هست. از سیگار دست کشیم. اینا در تاجیکستان تا حالا هست. اون رقص بازو هم هست. اون ماینوشنا هم هست. همش با ما فاکتور هست. چرا کادر تاجیک در تاجیکستان نمیخواد موندن؟ من بسیار شخصا رو میدونم. در قسمی برق کار کردن، کادرای خوب بودن، برآمده آمدن، عربا کشیدن. اینا آرزوی آینده برگشتن به دولت خود دارن. من در 13 سال حیاتم در روسیه با یگام نماینده دولتی واخوردگی نیستم. مراتبه در آینه نیروگی تاجیکستان من فریاد کردم شدم. من قدر سخنگوی خوب نیستم. لیکن نشد از طرف دولت. اگر نظر به خود من بها میت، اگر که به من چنین باشد رفتار دولت، چه رفتار به این مهاجر آن دارد؟ ممکن مهاجر در نظر یک حیوانی بیرون پرتو داشته باشه. خود مهاجر خبر ندارد. کنی باید دل سوزا کنی حس ملی امروزه ما. چندین مرتبه من نشانه از روی فاکتور دلیل دادم که کشادن امروز یک هیکل به نام مهاجر که هر سال 2000 تابوتای آنها رو ببینن، چرا امروز در تاجیکستان کشادن؟ از چی ما میترسیم؟ چرا قهرمانای تاجیکستان بعد از مردن ناماشناسی در بین جوانای ما زیادن. خواهشمندان بسیار هستند که امروز حرکت دارن که آینده که اصلا در قسم فیزیک در قسم متماتیک تمام روسیه فخر میکنه از تاجیک. هر یک روز میتونن تاجیکستان در اولین درباره پدر و مادری وای گپ بزنن، درباره پیشروی علم از طرف تاجیک گپ بزنن. اینها نیستند. ممکن تو همین سببای اینا فقط معلوم باشه برای برای تیم تاجیکستان. ما هم همراهی با ما دلسوزی میکنیم. قسم دیپلماتی ما وجود داره در روسیه. من باوری کمی دارم که اگر از 100,000 کمتر گردنهای آمریکا در روسیه باشن، ما زیاده از 2 میلیون گپ میزنیم. قوتی که درجه کاری اثر تا بگیم دیپلماتی امروزه ما بسته شده پابند میباشن، چون که اونا حل این مسئله رو در شماره خود کارمندان دیپلماتی باید بینن، نه بلکه در 21-22 نفر.
بریم به سراغ چیز دیگر. امروز در فدراسیون روسیه جمعیت‌های ملی تاجیکستان در منطقه هستند. امروز سفارت جمهوری تاجیکستان هست. امروز خدمات مهاجرتی تاجیکستان، امروز تاجیک خارجه کار نمایندگی دارد. امروز کنسول خانه تاجیکستان است. شما امروز ریاستی جنبشی تاجیکان اینجا هست، جنبشی مهاجران تاجیکان اینجا هست. خب شما میخواهید که همون صف این جنبش زیاد شود و از اونجا این بچه‌ها بیان به اینجا، یا که در عمومیت یگان چی باید پیشنهاد کنید به دولتی در آینده انتخاب شده؟ جنبش مهاجران در همون حالت تشکیل است که عموما نامی تاجیک در هر یک کانال های روسیه، در قسمی روزنامه‌نگار، در قسمی اوینای نیلگون، در همه جا کلمه تاجیک به جمع شده روشن است. پس ما روی نداشتیم که فقط از کشیدن از میلاد، چون یک باره پیدا شد هم در دولت نزد دیپلماتی اتفاق تاجیکان پیدا شد، دیگری جنبش پیدا شد. یکی جنبش از خلق برآمد، دیگری با افتخاری که با خواهش دولت داره این تاجیکستان پیدا شد، با روبری خود پیدا شد، با سویت خود پیدا شد. دیگه وظیفه اساسی امروزه جنبش در آن است که ملتی که از تاجیکستان میبرد باید دونه که باید در اینجا صاحب دارد. هرچند اگر نسبت دولت میتونه مراجعت کردن که یاردم شما لازم است و میتونه دوی مرتبه داده که بغیر از دولت دارون از دیپلماتو در اونجا هست جمعیت تاجیکو و مانند جنبش است دستیاری به ما میرسونه. این وظیفه هم دولت است هم رو کار کردن. در این حالت ما دولت خود را بوی نمیتیم. در ریگیون ها وجود دارن جمعیت تاجیک وجود دارن. خوبتر شود که این جمعیت ها در ریگیون ها حرکت کنن، نزدیک شوند به ملت خود. از پس پرداخت دولتان لازم نیست است. قبولگاه داشته باشه. اتاق کاری گرمه. چرا اتاق کاری در مسکو نیست؟ از 14 جمعیت تاجیکا که بودن تا سال 2007 چرا اونا پراکنده شدن؟ در کجا نشستن؟ در آخر وقت نامه‌هاشون پیدا میشه. یکی اتفاق جوانان، دیگه اتفاق تاجیکان. مرحمت شما رو برید. در این کشور داخل است. دولت تاجیکستان امروز وزیر خودش را نمیشناسد. وزیر خودی رو برید دولت گم بدونه که جانشین وزیر خودش را نمیدونه کی است. این ممکن یک عبرت درس است برای ما که در همه روسیه اومده بین خود در دوری باید شینین در یک سر میز گپ بزنه که بیامون نظر به وزیرو کم با عقل با فراست باشیم. در واقع کشور لازم است. فکرای بد نسبت ما گپ میزنن. این دموکراسی است. فکر خوب هم است. دوست داری میکنن، دشنام میکنن. برای همین ما زندگی میکنیم. درست است. مناسبت ریاست جنبش یا مناسبت خود جنبش مهاجران و تمام مسائل اون جمعیت‌هایی که هستن، سفارت، خدمات مهاجرت، تاجیک خارجه کار، امروز در کدام سطح قرار دارد؟ 3 سال باز سال 2011 کم از 3 سال است فکرای خوب پیدا شده است. لیکن در هر حالتی که نباشد اگر بین سفارت بین دیگر خدماتی که وجود دارند بغیر از خدمات مهاجرت حرکت کرده است که هم بدیه که این لحظه‌ای بدی که بین انسان و تاجیک در داخلی بین ملت داریم میاد در داخلی حل کرده شود. بدگویی، بدنام کردن، نبراریم. گشت رو از خونه نبرآوردن. این وظیفه خود دونستیم. در حقیقت ما توریستیم. چون که پیش از این شد یک قسمی روابط سفارت میبرد شد. لیکن قسمی خدمات ما همیشه گم میزنیم که تاجیکستان تقسیمات دارد. تاجیکستان یک دولتی که خدمات این سیستمی چیست، یک کلانی یک طرفه. این یک قوه‌ای که فقط نام پرزیدنت ندارد. این یک گروهی است که اگر دولت ما 4 تقسیم کنیم به قسم جنوب، غرب، شمال دیگر طرف دیده میبینه که این خدمات قسم جنوب اینا رو برام اگر تقسیمات دولتی گذارد اینا میگن این کوچه‌ای که اصلا از ما است. مهاجر مرد این کوچه از نام ما میمونه. ما در اینجا میخوایم شخصان دیگر رو بیاریم از کتای بریم. همین خدا شد که بعد از همین روزایی که انتخابات میذاره هم در بودنی رحمانه بریدنی انتخابات که دیگر شخص آمدن قسمی کلان قسمی اولوی از بین رفت. در وزین ترین حیات ما وجود داریم. چرا از خدمات تاجیکستان که ما یک کار رو پیش میبریم در سر یک میز با همراه ما نمیشینیم. ما روزگار تاجیکستان پول طلب از تمام دنیا میکند، نماینده خدمات توصیه $1000 آمریکایی پول میگیره. با واسطه بزین در کجا جا گرفته؟ در خانه میمانخانه نزد حکومت تاجیکستان در مسکو در کوچه چیان از همه جایی که در قیمت‌ترین جای حساب میشه. این رو جنبش مهاجران دیگر جمعیت رو کوفتکو میکنن یا اتاق میکنن که در هم اتاق دو تاجیک امروز قبول نماید یا کوری وای بود کنن عذابی وای میکشد. اما که روی حال شوی و
از خود کنند که باور رسانت استاد که همراه در راه حل شوی مسائلی که روز حل کرده نمیتونه از طرف حکومت رو خوب است. تمام آذربایجان است، دولت ارمنستان است، اونا همراه با حکومت کار میکنن. من نمیدونم که بیرون از دولت شخصی باشد این روز دشمنی نسبت دولت یک نسبت ملت خودش نداره، لیکن از دیگران دشمن کردن لازم نیست است. میریم به یک قسمتی تبادلاتی که در قوانین روسیه وقتی نزدیک پیشنهاد داد به این قانون شده بود. یکی آخری پرزیدنت روسیه با همتایان خود حزبیشان و دیگر برآمدی چند نفر نمایندگان خلق در پارلمان روسیه. یک قسمتی برای که اشتباه نکنم نامشون یادم نیست پیشنهاد کردن که باید یک ویزای مهاجری تشکیل شود و تمام مهاجران از طریق ویزا باید پیشنهاد به اینجا بیان. و قسمتی دیگر اشاره به اون کرد که عموما مهاجران را از چهارگوشه و سیستم سودا باید بیرون ساخت. چون نظر میکنم در هر دو طرف هم برای جمهوری تاجیکستان خیلی وزین است. برای که در سیستم سودا هم مهاجران ما خیلی زیاد کار میکنن، برای که شما درست ترین چیز میدونید و عموما در صورت ویزا دادن من میدونم که اگر اون کواتی که با تاجیکستان جدا میشود من اطمینان کامل دارم که اون 1 میلیونش باید در تاجیکستان ماند مهاجران. نظر شما چی هست؟ این پیشنهادی که میشد مدت 3 سال گرفتن اجرا ما درست کردن یا مدت اون قسمی رجیستراسیون و جای استقامت دادن این اگر بهتون باشد ولادیمیر لنین یک وعده زیاد کرد که امروز پروگرام در خودی بدخشان میشه و سالهای دراز سالهای طولانی با خودی که لنین نپمیره لنین در پامیر افتاده شد یکی میبید ترامپ پوتین گام میزنه من 3 سال برای من قوای من در اینجا یاردی من است دیگه میره دریش کن گام میزنه بسیاری خرسان میشن چقدر رحمدلانه این دو دولت لیکن وای گفته است که با ما این مردم تاجیک تنها با آن شخصانی که اجازه‌نامه کاری دارن و این صحبت با 5% کمتر از وای اگر به حساب 1,100,000 شما اگر اهالی تاجیکستان و برای اگر کارگر رو این همگی از 105% وای از 1,50,000 با 50,000 کجا کردن لازم از مقدار زیادی وای کجا میرن وای اونا دیپارتات میشن به وطن برمیگردن و دیگر طرف این از میدان روسا میزنن میگن اردیم که موجه کور برای ملت خود تشکیل میکرد چرا ملت ما پراکان داشته چرا خوبتر از ما خطایا کار میکنن سبزوار میکنن و یا نمیگیرن با ما گیبرید میتن با ما زهر داده استادانی در اون زمینه که بابای ما کار میکردن یه روز دیرا برگردوندن میلاد ویزی امروزی کاری میگیم را ترودوای ویز در کار است این برگردوندن میلاد در مدت 1 سال نزدیک کودکانی لازم مادری و هزاران زنکو در زن و مردی پدران با در گفتگوی فرزندانی خواستن و اینه میگه تو برای چی این کارشون میکنی زیادی اونا با فامیل نامهای دیگر در حبسخانه ها محکمه برای چی این کار گفتن وقتی در روسیه که با روسیه که همکاری میکنیم روسیه هر روز هم میزنه کشتن آدم‌ها در حبسخانه و برآمدن دیگر قوایی که محافظت کردن نسبت به قدرت از طرف دولتداران روسیه چرا این کار رو نمیبرد چرا تاجیکستان نمیخواد اگر در حالت دیگه ممکن دولت روسیه دولت دموکراتی نباشه که من دولت روسیه دولت دیکتات است گفته نمیتونه باشه اینا هستن و در آینده فکر من که کی نمیشه رئیس جمهور زیادی تاجیکان برمیگردن ممکن زیاده از 50-60% تاجیکان به دولت خود برگردن. یادم میشه برای بینندگان عزیز که امروز یک امروز استاد عزیز اینجا ما پرابلم‌های مهاجران منتی منطقه فدراسیون روسیه را حل و فصل میکنیم از جمله اجازه نشدن با جمع کردن امضاها قسمت دومش برای تشکیل نمودن موضوع انتخاباتی که امروز خیلی کم هستند در فدراسیون روسیه و من در تمام در منطقه مسکو و اطراف آن و پیشنهادات به قانون روسیه قسمتی پیشنهاد در مسائل از طرف نمایندگان خلق روسیه برای ویزای مهاجری تشکیل کردن و از سیستم سودا برآوردن اونها یا که طرف دیگر از طرف رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین پیشنهاداتی که با مهاجران باید یک قسمتی کارهای حلایده را پیشنهاد کنند و قسمت دیگری اون در مسئله تشکیل شدن اجازه‌نامه کاری 3 ساله این مسئله استاد عزیز شما میدونید که وضعیت امروزینه مهاجران تاجیک و حساب کتاب کنیم که قریب تا 2000 جسد به جان ما هر سال از اینجا میبریم به وطنمون و
این یک طرف بودنشون. طرف دیگر وقتی که اون رو از یک منطقه به این مرکز یا این یا اون شهر بیارن تا 40-50 هزار روبل روسی صرف میشده است، تا درجه ای که از قسمت نقلایی که همون جسر در ماشین ژیگولی در ماشین میده شدن بار میکردن تا درجه ای که به مرکز بیارن رسونن. آیا دارید یکون پیشنهادات شما یا آماده است ریاست جنبش ملی جنبش مهاجران فدراسیون روسیه پیشنهاداتی کند به پارلمان تاجیکستان که این چیزا باید در نظر گرفته شن، برای که در هر یک منطقه جمعیت ها هستن، در هر یک منطقه یک نشانه های دولتی هستن، کنسول ها هستن، مثلا در یک قسمتی شهرهای کلان روسیه کنسول خانه های تاجیکستانی هستن که از اینا باید استفاده شود. یعنی شما این وضع رو میتونید امروز یا پگاه یا که در صورت انتخاب شدن یک حکومت جدید نوین به طور یک مکمل از نظر خودتون، یعنی اون چیزی که من سرسراکی در عمومیت موضوع گفتم پیشنهاد کنید. در حقیقت این روزها هستن روزهای وزنین است، چونکه با مسجد رفتنی مادران در حالت تابوتی پسر اخبارات ایستادن، نازجا التماس میکنن از ملاها از پیشنهادهای نماز که با میکروفون گپ زنن 5 سون 10 سون تا 100 سون جمع شود این جسدا به تاجیکستان روانه کنه. این یک شرمندگی که سرپستی موضوع تمام مرد تاجیک رو شده، نه بلکه دولت تاجیک. خزینه ممکن بود تشکیل کردن، خزینه اگر که در حالتی که دولت با جمعیت همکاری می‌داشت این خزینه تشکیل کرده میشه، یک فوندی کلان تشکیل کرده میشه که در اون فوند 5 سون 10 سون پیدا میشه فقط برای فرستادن برای بیماران برای کودکانی که سیر هستند. این نشد. اینکه یکی از پیشنهادهای ما که در حالتی گذراندن پول که پریود خیلی پول با یکی از بانک‌های تاجیکستان که هستن بانک خودی مهاجرت تشکیل شد و قسمی ارزشی که پرسنتی خودی همین فرستادن همین پول پیسا در حساب مهاجران در حالتی وای بیمار شدن در حالتی وای و بیماری دارد خودش رفتن نمیتونه، چون حادثه‌ای که اصلا وابسته به جسدای نزدیکانانو از همین بانک استفاده می‌کنه. سوال به نفقه میبرن تاجیکستان نفقه دادن نمیتونه، چون که خودی همین پول‌ها با کجا رفتن، خودی همین فایزی با کجا رفت، کسی از این وقتی روز هست در تمام دولت کمی سه شد نمی‌جوره داره. همین پولی که میبرد 3.4 میلیارد دلار نزدیک از 136 میلیون دلار است. این ممکن بود در تاجیکستان ماندنی پول آینده برای مهاجر صرف کردن. چنین پیشنهادو هست. تنها در بودن جمعیت و همکاری با دولت میتونیم آینده یاردم خود را با مهاجرت با مهاجران با اولایی در قسم خواندن نیست رساندن. اگر گفتش نیده که یک دیگر فهمی بین دولت و جمعیت نباشه تو حالا نیست از طریق که یکی خوب دیگری گنده نیست کار کردن در سیستم کاری در رفتار کاری گفت امین سبب من همین چی است؟ همین مکانیزم پیوستشوی جمعیت‌های ملی با حکومت تاجیکستان و دولت تاجیکستان سببش نشدن است اون که تا 2001 تمامی مهاجرت تاجیکستانی که بود رئیسای جمعیت یک وظیفه داشتن با نمره برای جمعیت در اصل این شخص که از طرفداران و فروختن خودی موجه میزنیم مقداری بدترین در دولت ما خاک سفید هم داره خاک وطن این خودی گریه یاد از 40 نفر رو برای جمعیت تاجیکستان تا سال 2001 محکم شده و 20 نفری و بدتر محکم شد تا 2010 نفر 2010 سال محکم شدن از این دونه روسیه پرتش شدن و تا حالا هست در بیان اینو دستگیری از دولت تاجیکستان میکردن اینو با سمالیتون میپریدن تا حالا هستن دیرکتورهای با بزرگ هستن نماینده خدمات با دسترین و چنین کارها مشغولن. من باوری کامل دارم که روبروی دولت از این کار خبر داره. چندین مراجعت نامه ما گذراندیم، چندین ویدیو ضبطی ما کردیم، چندین فکری که نظر از خودی شخصان گرفتیم، از این دونها برآوردیم، از طرف کی اومدن این شخصا موندن. من چندین بار گرفتم نامی یکی از شخصانی که چرا 1.5 میلیون ملت تاجیک که 100,000 تاجیک در تورمود از زندان بودن اونا نتونستن برآمده بیگناه پسری خودی حکومت برآمد رسوند یا در 1,500 تاجیک محکم شد. اینو فکت است، اینو تاریخ میمونه این روزا و خواهش ما است، خواهش خودی مهاجران است که در آینده اون چیزی از پس سر کردن داد فراموش کردن داد
ما با دولت خودمون آباد کنیم. دولت ما از ما دولتی بزرگترین دنیا است، در حقیقت بهشت است. چرا حزب چشمان خود را وقتی کشوده میکنه در وقت انتخابات است. من یکم روبر حزب دیگه نیستم چشم. بغیر از مودین کبیری. در کدام حالت است مودین کبیری است؟ ما که از فرزندانی با عقل و با فراست میدونم. وضع مهاجران ملتی در فدراسیون روسیه این است اون 1,100,000 نفر آوازینده که باید امضا جمع کرد. این است موقع اون مردم خیلی صاحب فرهنگ و صاحب تاریخات که امروز ما بیرون از کشور فعالیت میکنیم. در صحبت با استاد گرامی کرد استاد کرامت شریف، استادش میذاری تشکر میکنم که شما در این شهر دایمیگی بیکران وقتان یافتید برای صحبت کردن از وضع مهاجران تاجیکستانی با همراه ما صحبت کردید و اطمینان دارم که بعد پخش این مواد از طریق تلویزیونی صفحه از طریق رسانه‌های دیگری که بعد از ما میگیرن، البته در گوش اون کسانی که شما در این صحبت اشاره کردید انشاءالله میرسد و در آینده و امید داریم که حکومت آینده، حکومت جدیدی که تشکیل خواهد شد این نارسایی رو به نظر میگیرد و شاید وضع مهاجرین آست به گفت شما که 10 سال دیگر که شد اینجا باشیم خوبتر و بهتر گردد. این بود موضوع روز در مسائل وضع مهاجران ملتی از انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان تا آخرین لحظه های فعالیت کاریونها در فدراسیون روسیه.